وحشت مردم کره جنوبی توی اواسط دهه 80 به خاطر وجود یه قاتل سریالی که توی هوای بارونی به دخترها و زنایی که لباس قرمز پوشیده بودن حمله میکرد و اونا رو به قتل میرسون و به راحتی میتونست بین مردم مخفی بشه. با من تا ادامه این ویدیو همراه باشید. هلو گایز، حالتون چطوره؟ اگه اولین بار ویدیوهای منو میبینی، من شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 8 شب ویدیو از پرونده های جنایی، ماورایی و ترسناک براتون توی کانال آپلود میکنم. امروز هم اومدم با یکی از پرونده های بمب کره جنوبی. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم واسه شروع ویدیو. توی اواسط دهه 80 یعنی 1986 تا 1991 وحشت شدیدی بین مردم کره جنوبی درگیر شده بود که به خاطر وجود یک قاتل سریالی بیرحم بود. مثل آب خوردن آدم میکشت بدون احساس گناه. توی این 5 سال حدود 15 تا دختر توی گوشه کنار خیابون در حالی که روی بدنشون آثار شکنجه وجود داشت پیدا میشد. اولین قربانی یه خانوم سالمند 71 ساله بود که داشت از خونه دخترش برمیگشت به خونه خودش، اما هیچ وقت به خونه نمیرسه. فردای اون روز جسد این خانومو توی یکی از پارک‌های شهر پیدا میکنن که به شدت زخمی شده بود و علائم درگیری روی بدنش معلوم بود. دومین قربانی یه دختر 25 ساله بوده که آخرین بار توی ایستگاه اتوبوس دیده شده بود و بعدش گم شده بود. فردای همون روز جسد دختر رو پیدا میکنن که دقیقاً مثل قربانی قبلی به قتل رسیده بود. بعد از این دوتا قتل انجیره قتلای این قاتل سریالی شروع میشه و تقریباً هر 2-3 روز یه بار یه جسد توی شهر پیدا میشد. عموم افراد قربانی دخترای بین 13 تا 71 سالی بودن که معمولاً توی هوای بارونی از خونه اومده بودن بیرون. پلیس تحقیقاتش شروع میکنه با تمام کسایی که با قربانی‌ها و کسایی که کشته شده بودن ارتباط داشتن شروع میکنه به بازجویی کردن و گرفتن اطلاعات از اونا. شاید باورتون نشه با 21,000 نفر در مورد این زنجیره قتل بازجویی میشه، اما از هیچ کدوم هیچ مدرکی نمیتونن پیدا کنن. قتل‌ها همینجوری در حال انجام بود و پلیسا هم هیچ کاری از دستشون بر نمی اومد. روز به روز جسدهای بیشتری تو شهر پیدا میکردن و وحشت مردم بیشتر میشد. پلیس چاره‌ای به جز این که با اطرافیان اون کسی که به قتل رسیده صحبت کنه نداشت و از اونا آزمایش دی ان ای میگرفت و بازجوییشون میکرد. از تمامی اونا اثر انگشت میگیرن اما هیچ چیزی دست پلیس رو نمیگیره. اوضاع به شدت وخیم شده بود، جوری که توی هر 100 متر به 100 متر پلیس وایساده بود. دائما گشتای پلیس توی شهر مشغول گشتنی بودن. مردم یه چیز عادی واسهشون شده بود که همینطوری دارن توی خیابون راه میرن، یهویی با یه جسد یه دختر یا یه زن مواجه شن. پلیس انگیزه قاتل رو نتونسته بود تشخیص بده چون رنج سنی محدودی نداشته، از 13 تا 71 سال کشته بوده. همین موقع یه نفر میاد به اداره پلیس و میگه که قاتل رو در حال ارتکاب جرم دیده و شروع میکنه مشخصات قاتل رو برای پلیس توصیف میکنه. یه چهره حدودی از قاتل میکشن و پخش میکنن توی تمام اداره و گشتنی‌های پلیس. یه جوون 23-4 ساله قد متوسط و به پلیسا گفته بود دستاش از حالت نرمال بزرگتر بوده. لباسش شبیه لباسای یونیفرمای شرکت ها بوده. معلوم بود که مربوط به یک شرکت یا یه اداره خصوصیه. پلیسا شروع میکنن کارمندای ادارجاتا و شرکت ها رو بازجویی و بررسی میکردن و خیلی هاشونو زیر نظر گرفتن، اما بازم به در بسته خوردن و هیچ نتیجه ای دستشونو نگرفت. تنها اشتراکی که پلیسا از قربانیا پیدا میکنن لباس قرمز
یا یه وسیله قرمز که دستشون باشه همشون داشتن و بیشتریاشون هم توی هوای بارونی به قتل رسیده بودن. احتمالاً این امضای کار قاتل بوده. برای همین یه فکری به سر مامورای پلیس میزنه. یکی از مامورای زن پیشنهاد میده که یه لباس قرمز تنش کنه و توی شهر شروع کنه به پیاده روی کردن، مخصوصا روزایی که بارون میاد، تا ببینه قاتل سریالی شهر پیدا میشه یا نه. شاید باورتون نشه بیشتر از 2-3 بار با آدمای مختلف این کار رو انجام دادن، اما اون قاتل سریالی انقدر باهوش بود دم به تله نداد و نتونستن از اون راه پیداش کنن. میگذره چند وقت بعد یه جسد پیدا میکنن که اتفاقا یه تار مو بغل جسد افتاده بود. مو رو بر میدارن، شروع میکنن آزمایش کردن و متوجه میشن متعلق به یه جوون 22 ساله است. میرن میارنش، شروع میکنن ازش بازجویی کردن و اطلاعات گرفتن که متوجه میشن اون پسر 22 ساله همسر خودشو به قتل رسونده، ولی قاتل سریالی نیست و از این راه هم به بنبست میخورن. پلیسا دوباره شروع میکنن از تمام مظنونین که بهشون شک داشتن بازجویی کردن. توی چند تا مورد به قدر این بازجویی‌ها وحشیانه شد که 4 نفر از مظنونین توی این بازجویی‌ها جون خودشون رو از دست دادن. عدم توانایی پلیس کل شهر رو کلافه کرده بود دیگه. میگذره تا پیدا کردن یه جسدی که نزدیک به خونه کسی بوده که با مشخصات احتمالی که از شاهدا گرفته بودن خیلی مچ بوده. اون شخص لی جون جی بود. میرن بازداشتش میکنن، میارنش به اداره پلیس و شروع میکنن بازجویی‌های سخت رو انجام دادن. اما متاسفانه لی هیچ کدوم از این کارها رو گردن نمیگیره و پلیسا هم هیچ مدرکی علیهش نداشتن. فقط 18 ماه تونستن اونو توی حالت بازداشت نگه دارن و ازش بازجویی کنن. شاید باورتون نشه این 18 ماهی که لی داخل بازداشتگاه بود قتل سریالی به کل قطع شده بود. بعد از 18 ماه به دلیل کمبود مدارک و اینکه نمیتونستن تهمتی بهش بزنن مجبور میشن لی رو آزاد کنن و هم میگفتن مرد آروم و بیازاریه، کسی تا حالا ازش بدی ندیده، آزادش میکنن. ولی بعد از آزادی مثل مظنونین قبل شروع میکنن زیر نظر گرفتنش، اما به صورت شدید که به صورت 24 ساعته چند تا پلیس خونش زیر نظر بگیرن و تک تک کارای لی رو بررسی بکنن. چند وقت بعد از آزادی لی جسد دختر 10 ساله‌ای با یه کوله قرمز توی یه پارک پیدا میکنن. انگار آتش این قاتل هیچ وقت قرار نیست خاموش بشه و با وجود این که چند تا پلیس 24 ساعته روی خونه لی تمرکز کرده بودن، اما یه قتلی اتفاق افتاده بود. پلیسا به خاطر این شک کرده بودن که شاید اصلا کار لی نباشه. میگذره چند وقت بعد همسر لی از همسرش شکایت میکنه و درخواست طلاق میده. توی جلسه دادگاه به قاضی میگه که لی بعد از اینکه از زندان آزاد شده به شدت پرخاشگر و عصبی شده، سر همین درخواست طلاق میده و بدون اینکه حتی وسایلش هم جمع کنه لی میره پیش خانواده‌اش. اصلا انگار داشته از یه چیزی فرار میکرده. میگذره چند روز بعد لی با خواهر ناتنیش تماس میگیره و بهش میگه که بیاد خونش و بهش کمک کنه که وسایل همسر سابقشو با همدیگه جمع کنن و بفرستن برای همسرش. خواهرش هم اوکی میده. وقتی میره وارد خونه برادرش میشه، بدون هیچ حرفی لی شروع میکنه کتک زدن خواهر ناتنیش و به حدی کتکش زده بود که تمام دنده های این دختر 18 ساله شکسته بود و از خونریزی داخلی جون خودش از دست داده بود. اما اون موقع لی با مخفی کاری و به زور که پلیسا شک نکنن جسد خواهرش رو برمیداره میبره بیرون شهر دفن میکنه. بعد از چند روز لی به خونه پدرخونده‌اش میره که با مادرش زندگی میکردن و میبینه که حسابی استرس دارن و نگران دخترشونن که گم شده. اما لی میدونسته چه اتفاقی خواهرش افتاده که پدرخونده و مادرش رو آروم میکنه
و بهشون میگه بهتره که خودمون بگردیم دنبالش و به پلیس خبری ندیم. اونا هم قبول میکنن و یه تایمی شروع میکنن با هم دیگه گشتن دنبال دخترشون. اما لی همش میگفتش که این دختر سربرا نیست، این دختر نرمالی نیست، احتمال داره خودش فرار کرده رفته. و بعد از چند وقت پدرخونده و مادرش هم اینو قبول کردن. اما پلیسا بعد از چند وقت جسد اون دختر رو پیدا میکنن و به صورت 100% مطمئن بودن قاتل لیه. میرن دنبالش، میارنش به اداره پلیس و شروع میکنن بازجویی کردن ازش. اول که هیچی رو گردم نمیگیره، میگه که اصلا من سالهاست خواهرمو ندیدم. ولی یکی از مامورای پلیس شهادت میده چند وقت پیش خواهر لی رو دیده توی محله لی که وارد خونه اونا میشه. بعد از بازجویی‌های مختلف و تحت فشار قرار دادن لی به قتل خواهرش اعتراف میکنه و به حبس ابد محکوم میشه. شاید باورتون نشه میگذره تا سال 2019 که تکنولوژی پیشرفت کرده بود و تونستن از طریق DNA قاتل که روی وسایل قربانی‌ها پیدا کرده بودن تمامی مشخصات لی رو پیدا کنن. و شاید باورتون نشه توی سال 2019 لی به 14 فقره از قتلایی که بی جواب مونده بودن اعتراف میکنه. این پرونده بعد از چند سال بالاخره حل میشه و حکم لی از حبس ابد به اعدام تغییر پیدا میکنه و جون خودش رو از دست میده. از داستان لی چند تا فیلم درست کردن. چند نفر که داخل فیلم وجود دارن آدمای واقعی بودن که با همین پرونده درگیر بودن. این هم بود پرونده امروز. امیدوارم ازش خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. رفقا کانال قبلی مشکل پیدا کرد، ممنون میشم ازتون اگه تا الان سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. بیشترین کمکی که میتونید به من بکنید که دوباره یه کانال رو دارم از صفر شروع میکنم یه لایک کوچیک مهمونم کنید و اگه نظری دارید همین الان توی کامنت ها برام بنویسید. پس تا ویدیوهای بعد فعلا خداحافظ.